آقای دکتر میگن شکست مقدمه پیروزیه. نمیدونم پس نظام ما کی از دور مقدماتی صعود میکنه؟ سریع برو سر سوالات، اینجا توقف ممنوعه. خب سوال بود دیگه. بعضی سوالا بهترین جوابشون همینه که هیچی نگی که بیخودی خونت کثیف نشه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر، میفهموندن که دندون پزشکه به مشنگه گفت این دندون رو تو باید بکشم، دوست داشتی یه دندون میکارم برات. مشنگه گفت دکتر الان بکاری کی در میاد؟ بازم روشن‌تر کنم برات یا به زبون خوش خودت میری سر سوالای بعدی؟ آیه دکتر این هفته عذرخواهی مقام عظما رو داشتین تلخ و بی اثر. شباهت نون سوخته با آدم غرق شده میدونی چیه؟ نه خیر. هر دوشون رو دیر کشیدن بیرون. چه ربطی داره آیه دکتر؟ اینم اتفاقا به خاطر همینه که خیلی دیره دیگه. یعنی مقام عظما طفلی مثل نون سوخته و آدم غرق شده است؟ آره دیگه، دیر ادای شاهو تصمیم گرفت که در بیاره. تازه اون 4 تا اقدامم کرد، یه نخست وزیر دستگیر کرد، چند تا نخست وزیر عوض کرد، بعد این حرفا رو زد. تازه 2 ماه بعدش کله پا شد، سرنگون شد، الفرار. یعنی میخوام بهت بگم که رفت تو مایه‌های براندازی و از این صحبت ها. یعنی درسته که بالاخره میگه شنیدم. از قدیمم گفتن خدا 2 تا گوش داده یه زبون که یکی بگی 2 تا بشنوی، ولی برای مواقع ضروری 2 تا پا داده با امکان قرض گرفتن 2 تا دیگه که اگه فایده نکرد همین الفرار که گفتم. آیه دکتر خیلی دردناکه. خیلی وقت پیش که شما گفتین طلسم مقام عظما شکسته زیاد ناراحت نشدم، ولی الان که میبینم طلسم شکستگی یعنی چی و بلا نسبت تو خود نظام هم یونجه بارش نمیکنن بیشتر این دلم به درد میاد. حالا دیره ولی بالاخره گرفتی دیگه. تو هم مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفیقشو بدجور کتک زده بود، طوری که کار کشید به پاسگاه. گفتن چرا زدیش؟ گفت ناکس پارسال بهم گفت اسب آبی. گفتن خب پارسال گفت چرا الان زدیش؟ گفت آخه تازه اسب آبی رو تو تلویزیون دیدم. آقای دکتر بپردازیم به قصه تلخ کنفرانس مونیخ. کاش مثل داووس جیمفنگ میشد و ما نمیرفتیم. مثل فوتبال که اگه تو زمین حاضر نشی 3-0 بازنده ای، بهتر از اینه که بری 10 تا بخوری سوراخ سوراخ برگردی. آره داووس نرفتیم چون میترسیدیم که اونجا کیسه بوکس بشیم، ولی اینجا که رفتیم بدجور کیسه بوکس تر شدیم. پس چرا رفتیم آیه خب دکتر؟ دیگه اینجا دیگه راهی نبود، کنفرانس امنیتی جدی بود. یعنی میخوام بهت بگم که اونم توی وضعیت الان وقتی کنفرانس امنیتیه فرق میکنه. نمیرفتیم هم همین بساط رو برامون غیاباً برپا میکردم. یه موقع هست که مسابقه بوکسه نری تو رینگ بالاخره درست آبرود میره، ولی فکت هم سر جاش میمونه با اینکه همه میگن جا زدی، ولی اقلا فکت سالم میمونه. یه موقع هست که نری هم اون بیرون میگیرن میزننه دنبال تن. بهتره بری اقلا تو رینگ بخوری که وقتی افتادی اون داوره با پاپیونش دیگه نذاره بیشتر بزننت. آی دکتر ولی ظریف خیلی امیدوار بود که بتونه سر همه‌شون رو شیره بماله. میگفت اونقدر قشنگ دروغ میگم همه حیفشون میاد باور نکنن. همینش هم دروغ بود که تو باور کاش کردی. تو کنفرانس مونیخ به جای این ظریف پیشونیسیا یه سری از این عراقچی و تخت روانچی و چیای دیگه رو بار می‌زدیم می‌فرستن که اینقدر سیبل نشه آیه دکتر. اونا آخه از این مشنگترن، خرابکاری گنده تر رو دستمون میذاشتن. تا موقعی که این هست مشنگی اونا زیاد به چشم نمیزنه. میخوام بهت بگم که هیچی از اون کم ندارم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف فامیلش خبردار بود، رفت سربازی. هر وقت فرمانده میگفت خبردار این دست بلند میشه میگفت حاضر. فرمانده میگفت مشنگ با تو نبودم، صاف وایسا. قرار شد فرمانده بالاتر بیان بازدید. فرمانده برای اینکه آبروش نره 1 ماه مرخصی داد به این مشنگه. هیئت که اومدن فرمانده با خیال راحت گفت خبردار. همه داد زدن رفته مرخصی قربان. بالاخره این ظریف باید شکار میکرد آیه دکتر. خودش دیگه کاری نمیتونست بکنه، ولی اگه من به جای اون هیئت همراه بی ارزه بی شعورش بودم، وقتی که کیسه بوکس شد بلند میشدم یک حمله قرار به دشمنا میکردم. نه خیر دوباره کور خوندی. بلند میشدم همراه بقیه، قراتر از بقیه 4 تا من میذاشتم روش، 1 حمله سنگین به ظریف میکردم. واسه چی آیه دکتر؟ خب دیگه اینا همش تجربه است. یه بار منو داشتم
یه جا دعوا کردیم ریختن رو سر کله بود. خلاصه ریختن دور داشت ما رو دور کردن و حالا نزن کی بزن. منم شروع کردم همراه اونا داداشه رو زدن. با تعجب برگشت وسط دعوا به من گفت تو چته؟ گفتم که اینجوری بهتره، از یه خانواده 2 نفر کتک نمیخورن. بعدش هم میریم همه جا تعریف میکنیم که همش نخوردیم، یه جاهایی خوردیم یه جاهایی هم زدیم. آیه دکتر چقدر تجربه داری؟ میخوام بهت بگم مخ که نیست، قبرستون تجربه است اینجا. یکی با دستش پول در میاره، یکی با کلش. من جز اونایم که با کلم پول در میارم. جدی چطوری آیه دکتر؟ بله، از قدیم تو محلمون همیشه شرط می‌بستم 10 تومن به 1 تومن. با کله میزدم تو تیر چراغ برق، لاپش میافتاد رو هوا میگرفتم نمیذاشتم بشکنه. بالاخره خلاصه کنفرانس مونیخ چی شد آیه؟ خلاصش اینه که باید ترسید، اوضاع ناجوره. اونا که کوتاه نمیان، نظامم که نمیتونه وایسه همینجوری، مجبور کوتاه بیاد. خب همه چی معلومه دیگه، اونا سیلی میزدن، ظریف هم داشت تعظیم میکرد. ای دکتر شما باید یک کار استراتژیک انجام بدید که اینجوری نظام به خفت قاری دوچار نشه. خب برم خفت و قاری نظام رو میگه که دارن براندازی میکنن. خوب من که